یه پستی اصلا دلم نیومد نذارم. خواستم بهتون بگم که بارسا فنا اومدن بعد از هتریک دیشب مسی ترکوندن این سرو. خب نوش جونش، دمش گرم، قشنگ بود واقعا گلش. ولی فقط یه چیزی، یکی از بارسایی دیدم یه پستی گذاشته بود، داری چنل یوتیوب رونالدو رو مسخره میکنی؟ میگه که رونالدو بیاد فیلم هتریک مسی رو بذاره تا چنلش رشد کنه. خب پس یه کاری کنید بچه‌ها، از این به بعد قراره عکس رونالدو رو قوطی پپسی و مشروب ببینید. آها یه چیز دیگه، دوست عزیزمون میاد فیلم پنالتی از دست رفته رونالدو مقابل بیرانوند تو جام جهانی 2018 رو میذاره. اوکی، ما هم یکی از پنالتی از دست رفته مسی رو بذاریم، تازه فقط یکیشه، اونم دوباره تو همون 2018. خب نه دیگه، بذار من که گفتم بذارم واقعا فیلمشو. ببین اینجا میاد میزنه، گرفت. چی منتظر بودی گلشه؟ در ضمن دیگه نمیدونم مسخره کنید، اگه یوتیوبری و بلاگری بده همین الان پیجام چنلاتون رو پاک کنید.